بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. در حدیث آمد که مؤمن در دعا چون امان خواهد ز دوزخ از خدا، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، که خدایا دور دارم از فلان. به حرمت این دو مصرع شعری این شاعری که به ما و شما خبر دادن که در حدیث های پیغمبر خدا آمده است که وقتی که بنده مؤمن پناه از دوزخ طلب میکند، دوزخ هم از همان بنده پناه طلب میکند. به حرمت این حدیث پیغمبر خدا اولا ما و شما دعا میکنیم که خدایا ما نیز بندگان تو هستیم و طاقت عذاب تو را نداریم. خدایا از این مکان، از این منزلی پر عذابت این بندگان تا خدایا نگه بدار. خدایا ما را از وارد شدن و از افتیدن در چاه دوزخ خدایا نجات بده. خدایا ما را هیچگاه به راه دوزخ و به راه دوزخیان رهسپار مگردان. و بعداً خدایا باز مکان داری که پر از فتنه هست، پر از عذاب است، این قبر هست. یکی از دوستهای تو عثمان غنی از این قبر می ترسید و ریش مبارک از آب دیده تر می شد. خدایا ما نیز از قبر تو می ترسیم. فتنه هایی که در قبر هست، عذاب هایی که در قبر هست، خدایا از بالای ما بندگانت برداشته بگردان. خدایا با مجرد که ما را داخل قبر می گردانی، قبرهای ما را باغ از باغهای جنت ده مبدل بگردان و از نعمتهای جنتت خدایا برخوردار ما بگردان. و خدایا ساعتی که گفتی آتیت لا ریب فیها، قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه نیست. ابوبکر صدیق گفتند پروردگارا مرا با برگ از برگهای درخت می آفریدی، ابوبکر نمی کردی، زیرا من از قیامت تو می ترسم. خدایا آن روزی پروحشت را هم برای ما آسان بگردان. نامه های اعمال ما را خدایا در روز قیامت به دست راست ما نصیب بگردان. خدا رحمت و مغفرت کند. علی رضی الله عنه را گفته بودند بهترین روز همان روزی که توبه بنده به سوی خدا قبول بگردد. خدایا امروز را برای ما بهترین روز بگردان. توبه های ما را خدایا به درگاهت مقبول بگردان و از رحمت و از مغفرت این ماه مبارک خدایا این جمعیت ما را برخوردار بگردان. گذشتگان ما خدایا رحمت و مغفرت بگردان. فرزندهایی که در سفر داریم سفرهای بابرار و بی خطر نصیب شان بگردان. آرامی را خدایا در روی دنیا علی الخصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته از فضیلت ماه مبارک رمضان ما و شما برخوردار شدیم. الحمدلله که این ماه دو جمعه که از ما و شما سپری شد، به این ماه کمی ما و شما شاید آشنایی پیدا کرده باشیم و اگرچه
این جمعه های ماه رمضان اگر در حق ماه رمضان صحبتم کنیم ارزنده است و تا حال کم است. از این خاطر امروزه موضوعی که داریم یک بخشش بحر همین ماه مبارک رمضان است و بخش دیگرش یک چند سوال هایی که نزد ماست جواب میگردانیم و با طلب بسیاری برادرها که در موضوع قیامت صحبت کنیم. انشاءالله جمعه آینده اولا در باب اشراط قیامت، یعنی نشانه های قیامت، پیش از آنه که قیامت بالای ما و شما بیاید به خود نشانه های دارد که نشانه هاش بر شما صحبت میکنیم اگر زنده و سلامت باشیم. بعدا انشاءالله از دنبال وی در باب قیامت با شما صحبت میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امتان من اگر ماه مبارک رمضان را از روی ایمانداری روزه بگیرند و از روی صدق و از برای خدا اگر روزه بگیرند غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر خدا گفتند مغفرت کرده می شود تمام گناهایی که از این بنده گذشته بود. هر یک گناهی که از ما و شما گذشته بود خداوند اگر روزه ما و شما از برای خدا باشد، از ترس خدا باشد، از بحر خدا باشد و در داخلش هیچ جنایت و هیچ ویران کردن قانونی رمضان اگر موجود نباشد، خداوند گناههای ما و شما را مغفرت می‌گرداند. خوش به حال همه ما و شما که این ماه مبارک از ما و شما سپری می شود، روزهای او گذشته ایستاده است. ما و شما به تمام آن قانونهایی که هست با قدر قوت انجام داده ایستاده ایم. جمعه پیشین حدیث برای شما بیان کردیم که یک پارچه این حدیث این گونه آمده بود: من کان من اهل الصیام. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر روزدار باشد دعی من باب الریان. فردا روز قیامت تمام دروازه های جنت وقتی که مشتاقان خود و آدمان خود فریاد میزنند، روزدارها را یک دری هست در روز قیامت که نام او ریان است. این دروازه ریان فریاد میزده است کجاست روزدارها که داخل من شوند. سهل ابن سعد میگوید از رسول اکرم شنیدم که میگفتند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. پیغمبر خدا خبر داده بودند که در جنت یک دروازه هست که نام او ریان است. یدخل منه الصائمون. در این دروازه که نامش ریان است رسول اکرم گفتند روزدارها داخل می شوند. ولا یدخل منه احد غیرهم. پیغمبر خدا گفت هیچ کس به غیر روزدار در این دروازه حق ندارد که داخل شود. این دروازه مخصوص روزدار هاست. یقال این الصائمون. گفته می شد است در روز قیامت کجاست روزدارها؟ فریاد می شد است، ندای به گوش ما و شما می آمده است. فیقومون. ما و شما وقتی این ندا را می شنیده ایم همه از جای خود می خیسته ایم. آدم هایی که در دنیا روزه داشتند می خیسته ایم، می گفته ایم ما از جمله روزدارها هستیم. یدخل منه الصائمون. داخل می شود گفت پیغمبر خدا بعد این که ما و شما از جای خود می خیزیم ما و شما وارد این دروازه می شده ایم. فاذا دخلوا. پیغمبر خدا گفتند وقت دروازه ریان کشاده می شود، روزدارها که دنبال به دنبال داخل می شوند اغلق.
روزدار که تمام شد دروازه پوشیده می شود. فلم یدخل احد غیره. پیغمبر خدا گفت هیچ کس غیر روزدار حق ندارد که در این دروازه ریان داخل شود. خوش به حال روزدارها، زیرا که این ریان از روی این حدیث مفهومش این معنا را می دهد که داخل این قصرهاش و ناز و نعمتهاش از دیگر دروازه های جنت فرق کننده است. داخل این راحتش دیگرتر است که ما و شما را خداوند وارد این دروازه ریان می گردانیده است. کعب ابن عرجه می گوید روز در مسجد نشسته بودیم، به ناگاه این آفتاب تابان رسول اکرم داخل مسجد شد. وقتی به مسجد داخل شد، ما که یک طایفه صحابه ها نشسته بودیم، رسول اکرم امر کرد احضروا المنبر، همه نزد منبر ده حاضر شویم. رسول اکرم منبر داشتند، بالای منبر برآمدند. فحضرنا منبر. کعب میگوید با همراهی آن کسانی که اطراف من نشسته بودند در اطراف منبر پیغمبر خدا نشستیم. فلما رقیت درجة فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین. کعب میگوید وقتی پیغمبر خدا که 3 زینه داشت در منبرش، بالای یکم قدم گذاشت گفت آمین، بالای دویم زینه قدم گذاشتن گفتن آمین، بالای 3م قدم گذاشتن و نشستن گفتن آمین. فلما نزل، وقتی رسول اکرم میگه خطبه را خواندن پایان شدن از خطبه، قلنا یا رسول الله، همه کسا گفتیم پیغمبر خدا، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. پیغمبر خدا، امروز این واقعه را که در بالای منبر از شما ما مشاهده کردیم و از زبان شما 3 بار کلمه آمین صادر شد، باری هم ما نشنیده بودیم. چی بود؟ برای چی دعا کردی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض لی جبرائیل. ای اصحاب من گفت وقتی من قدم اولی خود بالای منبر گذاشتم، این زمان جبرائیل امین از آسمان پایان شده بود و یا من میدیدم مشاهده میکردم و به سوی من گفت بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. حضرت میگد به سوی من گفت هلاک شود آن بنده ای که ماه مبارک رمضان بیابد و بزم این مغفرت گناه نشود. من گفتم آمین. هلاک شود. و در دیگر روایت می آید که حضرت جبرائیل مرا مجبور کردند که قل آمین، قلت آمین. وقتی من گفتم، میگه جبرائیل گفت هلاک شود آن بنده ای که در ماه رمضان مغفرت گناه نمی شود، من خاموش بودم. جبرائیل بر من امر کرد بگو آمین. من گفتم آمین. دویم زینه قدم گذاشتم، بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک قلت آمین. دویم زینه وقتی من قدم گذاشتم، به سوی من گشت و گفت هلاک شود آن بنده ای که وقتی نام پاک تو محمد در نزد اونها ذکر می شود و اونها بر تو صلوات نمی فرستند، هلاک شود. من گفتم آمین. در سوم قدم مبارکی که من گذاشتم، جبرائیل بر من عرض کرد بعود من ادرک ابویه الکبر عنده احدهما فلم یدخلاه الجنه. سوم قدم صدای جبرائیل این بود که هلاک شود آن بنده ای که پدر یا مادر یا یکی از این دو را در حال حیات می‌یابد و
به زمین داخل جنت نمیگردد، هلاک شود این سه طایفه. ما و شما میگذاریم در مذاکره این سه چیزی که دو دعای خیلی بزرگ، دعای جبرائیل، دعای رسول اکرم در حق این سه طایفه بی نصیب دعای خیلی بده کردند. هلاک شود جبرائیل گفتند، این ملائک مقرب درگاه دعا کردند هلاک شود. بهترین مخلوق خدا محمد آمین گفتند. این کار عادی نیست، این دعای عادی نیست. یکم کسی که ماه رمضان بالای او می آید، زنده هست، سلامت است و مغفرت گناه نمی شود. برادرای عزتمند، چندین جمعه من برای شما خبر می دادم از جنایت کردن در ماه رمضان اجتناب کنید. ماه رمضان خیلی ماه نازکی هست، اگرچه داخلش همه رحمت خدا باشد، همه مغفرت خدا باشد، لیکن با خود بعض نازکی های دارد که برای شما خبر دادیم. برادرها، از خیانت کردن، از دروغ گفتن، از تهمت کردن، از حق یک برادر تله و تاراج کردن، از اینها، از حسد، از کینه دور باشید. به سبب اینها شما مغفرت گناه می‌گردید. و الا اگر شما روزه داشته باشین و بازم این چشمهای شما به سوی زنهای نامحرم روانه باشد، هوس شما به سوی زنهای فاحشه کشاده باشد و شما خود در این ماه مبارک هیچ پروایی نداشته باشین، این صورت در خداوند حاجت ندارد. گفت پیغمبر خدا که تو طعام میخوری یا شراب مینوشی، این اختیار به توست، اختیار داری. خواه روزت میخوری، خواه روزت نمیخوری، دیگر حاجت نزد من هیچ حاجتی ندارم. دوم، فکر میکنم در باب رمضان صحبت من در همین جا به پایان میرسد و کار کنین که باز تأکید آخرانم همین است، کار کنین که بندگی خدا را با پررگی بجا بیارین. ماه رفت، دهه رحمت رفت، دهه مغفرتم در عرفه انجامیابی است. یک جمعه یا دو جمعه دیگر میخوانیم، به همین خاتمه مییابد، پشیمان میشویم، دیگر فایده ندارد. خاندان کار کنین، همه با روزه باشد. حتی رسول اکرم میگوید من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض. اگر کدام انسانی که یک روز همین ماه مبارک رمضان قصداً میخورد، اگر تمام سال تا آخر حیات چه روزه بدارد، ثواب این یک روزه را دریافت نمیکند. اگرچه کفارت یک روزی به قصد خوردن 61 روزم که باشد، شما اگر تا آخر حیاتتان 20 سالم که باقی باشد روزه بدارین، اگرچه از گردن شما ساقط می شود، لکن ثواب یک روزه را شما دریافت نمی کنید. این دیگر از ثوابش. دوم حضرت دعایی که کردن در نزد کدام آدمی که نام من ذکر کرده شود و بر من صلوات نفرستد هلاک شود. امروزا شاید در حلقه های ما و شما نام محمد ذکر شود، با مجرد که نام محمد را میشنوید در حال صلی الله علیه و سلم بگویید، یا صلی الله علیک یا رسول الله بگویید، یا اگر با زبان همین تاجیکی عادی خود ما و شما درود و رحمت بر تو ای محمد، بس حق فرضی و واجبیش به جا می آید. رسول اکرم میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه.
آیا من آدمی بخیل را برای شما معاینه کنم، برای شما روشن کنم؟ کی هست بخیل در بین شما؟ کسی که نام من در نزد وی ذکر شود و بر روح پاک من صلوات نفرستد. این کس بخیل ترین شما در بین شما هستند. یا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاة، پیغمبر گفتند از همه بزرگترین شما در روز قیامت، روشنترین چهره در روز قیامت کسی هست که در دنیا صلوات زیاد بر من میفرستد. اما برای ما و شما چی مشکل است؟ صلی الله علیه و سلم گفتند یا درود و رحمت بر روح پاک تو ای محمد که از زمان تو آمدی ما از جهالت خالی شدیم. خدا در قرآن شما را مدح میکند که از روزی که رسول اکرم آمدند شما از جهالت خالی شدین. راهی که شما انتخاب کرده بودین ای پیروای زردوشت، ای پیروای دین اوستا، ای پیروای دین یهود، از روزی که این حضرت آمد شما از این راهی پلید خلاص شدین و شما عاقبت وارد جنت میگردین. همه این طفیل کیست؟ طفیل محمد صلی الله علیه و سلم است. ما و شما در حق رسول اکرم باید دائم صلوات گوینده باشیم. و شکر نعمتی سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. شما دائم این نعمت است محمد بالای ما و شما. تا محمد آمدن ما و شما بتخانه را داخل می شدیم، هیکلا برای ما و شما خدا بودند. و شکر نعمتی سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی را، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. ای حضرت چی جانها کند که ما و شما اون هیکل یک طرف گذاشتیم و راهی مسجد و یگانگی خدا را برای خود انتخاب کردیم. این حضرت چی جانها کندند، چی عذابها کشیدند. از این خاطر کدام انسانی که یک بار صلوات بر روح پاک رسول اکرم میفرستد، رسول الله گفتند که صلی الله علیه 10 بار خداوند بر او رحمت میفرستد. و حط عنه 10 خطیئه، 10 خطایی تا خداوند با یک صلواتی تو محو میکند، نابود میگرداند. سیوم چیزی که رسول اکرم آمین گفتند هلاک شدن او را این چی بود؟ این بود که کدام شخصی که در حال حیاتش پدر و مادر را مییابد یا یکی از این را مییابد و باز وارد جنت نمی شود، هلاک شود. من برای شما 2 جمعه پی در پی در باب احترام پدر و مادر صحبت ها داشتم. فکر میکنم که انشاءالله همون صحبت ها برای آدم با عقل و با فهم کفایت کننده است و کسانی که نشنیده باشند با یک سخن عادی برای شما میفهمانم که احترام پدر و مادر این معنای او را دارد که شما عاقبت داخل جنت میشوید، از تمام عذاب خدا نجات میابین به سبب احترام پدر و مادرتان. با پدر و مادر معامله خوب کنین، پدر و مادرتان احترام کنین. پدر و مادرتان که نزد شما وارد شد با صدای لبیک گویا او را قبول بسازید. حتی رسول اکرم میگوید صدای مادر یا پدر بلند شد باید در نماز نافله باشین، نماز قطع کنین، لبیک گفته از جای خود خیزین که این عبادت خداست. عبادت قطع کنین، صدای مادر لبیک بگویید. اگر شما عالم تمام دنیا شوین، اگر شما از خیر و از زکات از نماز هیچ کمبودی نداشته باشین، لکن پدر و مادر از شما خفه باشد، اینا همه حبطه می شوند، در نزد خدا قدر قیمت پیدا نمی کنند که برای شما خبر داده بودم. این بود یک موضوع ماه مبارک رمضان که الحمدلله با قدر دانش ناکافی خود و یک مسئولیتی که در گردن داشتم به سمع شما رسانیدم
اون جانبش حواله به سوی شماست. چگونه ای که فهمیده باشین و چگونه ای که شما قبول بفرمایید. الحال سوال های خیلی زیاده که در پیش من هست، انشاءالله جواب اینها را به شما میگردانم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش دارم که درباره عده زنها ترکه و بعد چهارم زن باز نکاح ممکن نیست گپ زنید، زیرا مردم این فرضهای خدا را سهل میشمارند. یعنی برادرای عزیز، این موضوع خیلی موضوع مهم است. موضوع عده خیلی موضوع مهمی هست. عده گفته مهلت میگن. زنهایی را که اگر ما و شما طلاق میدهیم، اگر زنی جوان باشد که حیض میدیدگی باشد، یعنی خون میدیدگی باشد، وای تا اگر 3 حیض نبیند، نکاح کردن او و او را با یک مرد دیگر به زنی قبول کردنش تماما جایز نیست. کسی که اگر در مدت همون حیض، یعنی بعد طلاق کردن مرد، اگر از همین روز مرد طلاقش کرد، 3 حیض اون زن نگاه میکند. از همین 3 حیض که پاک شد، میتواند که چکار کند؟ میتواند که کلام خواستگاری که به سر او بیاید نکاح کرده و زندگی کند. و الا در همین مدت عده، اگر در همین مدت 3 حیض ناگذشته 1 روز است، نیم روز است یا 1 ماه گذشت، اگر نکاح کرده گرفت، خانه وی حرام است. فرزندای او همه ولد زنا هستند. اینا در شما اهمیت بتین. در تمام خانه ما و شما این واقعه ها رخ میدهد. باید که کار کنید. دختری که حیض میبیند 3 حیض بعد میتواند شوهر کند. اگر مردی که از دنیا میگذرد، زنی وی کی میتواند شوهر کند؟ بعد 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز که گذشت، عده مردی که زنی که شوهرش مرده باشد 4 ماه و 10 روز است. خب عده زنهایی که پیرانسال هستند، یعنی تماما اونها عده یعنی حیض نمیبینند. از 50 بالا که شد زن، در کتاب ها میگه دیگر حیض نمیبینند، خون نمیبینند. اینها را وقت شوهرهاشون طلاق داد، یا اینکه اینها خواستن که اگر شوهر کنند 3 ماه نگاه میکنن شوهر میکنند. اگر در همین مدت هایی که برای شما معین کردم و عیان کردم، اگر پیش از این قدامش نکاح میکند، وای خانهش حرام است. فرزندی که تولد میکند وای ولد زنا به حساب میرود. اینا شما گوش اندازین. دویم ترکه اصلا فرض است. ما و شما هیچ به این عمل نمیکنیم. همان روزی که مرد است یا زن است، هر دو ترکه میشوند. زن هم ترکه دارد، مرد هم ترکه دارد. این فرض است. همان روز جنازه باید که ترکه کرده شود. ما مردم 1 هفته میگذرونیم، بعدا بعد داملا میکویم که ترکه کنند. ترکه همون روز اول است. حتی در کتاب ها میگن که از همان حق مرد، همان مردی که وفات میکند یا زنی که وفات میکند، باید حق کفنش و حق مردش و حق گرکن همه از حساب همون مرد باشد یا از حساب همون زن باشد. در حالت ترکه این معین میشود. اینا شما کاری کنید که همون پیشواهایی که در محله دارین، همون روز اول کاری کنید که همین کار به انجام برسانید. این فرض است. اگر ترکش کنید شما گناهگار میشید. طریقه این است که همون مال پدر و مادر معین میشه در بین همه فرزندها که پدرم چند قدر مال داشته بوده است، مادرم چند قدر مال داشته باشد، با دختر و با فرزندهای او چند قدری میرسد. اینجا همه شما آگاه میشین. این خاصیت خیلی خوب دارد. و نکاح کردن بعد 4 زن جایز نیست گفتگی. یعنی خداوند در قرآن میگوید فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. هر یک مرد حق دارد که در نکاح خود 1 زن، 2 زن، 3 زن، 4 زن داخل کند. هر مرد این حق دارد. این خدا برای ما و شما فرمایش داده است. بعد 4 زن هیچ کدام ما و شما نمیتونیم که 5م زن در نکاح خود درآوریم. یا بعض سوسته های هست که 4مش خلیفه میکنیم و بعد 5مش میگیریم. اینا ممکن نیستند.
پنجمش وقتی تو نکاح میکنی و نکاح نمیشود و حکم زنا را دارد. در حالت تو چهارم میتونی که سیوم یا دویم یکی از این چهار تا تو طلاق میدی، بعد میتونی که زن چهارم در نکاح خود دراری. لیکن آیت خداوند در دوام همین آیت چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جوانای عزیز، خداوند این 4 زن و 3 زن و 2 زن برای آن کسان امر کرده است که آنها از عهده زندگی میبرایند. آنها تمام تعیینات این زنها را از عهدهش میبرایند. برای این از خدا میگه اگر شما خوف برین که من 2 زنگی و 3 زنگی و 4 زنگی را کردن نمیتونم، فواحدتا، خدا میگه به یک تش کفایت کن. اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر گفتند کدام مردی که 2 زنه است یا 3 زنه است یا 4 زنه است در بین اینها عدالت جاری کردن نمیتواند و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثواب کار باشی، پیغمبر خدا بجز یک دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتند. پیروی پیغمبر چه امروز بیوه ها هستند، کودکدار هستند، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدارند. اگر خاطری تو مثال برای شهوت نباشد. در حق آنهایی که در مسجد سهم گذاری کردن دعا میکنیم. اینجا جمعه پیشین که اعلان کرده بودیم برادرمان محمد جان که از همین نزدیکی زندگی میکنند 100 سامانی و برادر حبیب الله که روغن میفروشند در بازار 50 سامانی، برادر حاجی خالوف 2 کوب تخته آوردن و دیگر خدمت ها هم از اون جمعه تا این جمعه رسید. خدای مهربان ما دستی به دعا برداشتیم. این بندگانی که برای آبادانی مسجد تو، برای آبادانی این قوم جمع مسلمان که دست یاری دراز میکنن، خدای عمر دراز و تنی صحت و خاطری جمع نصیبشان بگردان. از کل آفتهای زمینی و آسمانی خدا در حفظ امانش نگه بدارد. آمین و رب العالمین. خداوند این حاجی خالف هم برکت دهد که خیلی خدمت‌های زیاد در همین مسجد ما میکنن. خدا دولت پیری ایمان کاملش دهد. فرزنداش خدا از کل آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ امانش نگه بدارد. السلام علیکم داملای بسیار مهربان. خدا شما را عمری دراز و تنی صحت و زبانی باز شیرین تر دهد. سوالی دارم. من مسافرکش هستم. اگر سحر بعد نماز ماشین را با سرعت بلند حی کنی و در راه به صدمه دچار شوی، آیا شهید می شوی یا نه؟ این برادر سوال کرده است که من مسافرکش هستم. در راه ها وقتی که سرعت حرکت ماشین زیاد میکنم، اگر مبادا به صدمه دچار شوم و هلاک شوم، آیا شهید میشوم یا نه؟ نه برادر. اگر شما را قهر نکند شما حرام میمرین. باور کنید. زیرا که این مثل خودکشی هست. این مثل خودکشی هست. برای شما جایز نیست که در راه به سرعت بلند شما ماشین را حی کنید. زیرا که تو میدانی که سرعت بلند ماشین، این ماشین در اختیار تو نیست. وقتی تو به سرعت بلند ای را حی میکنی، تو یقین میدانی که عاقبت این به یگان بلای تو را دچار میکند. تو پیشگیری دیگر کرده نمیتوانی. امروز اکثر همین صدمه هایی که در راه رخ میدهند همه از سرعت تیز حرکت کردن همین راننده ها هست. برادر عزتمند، به زمیانه که تو خودکشی، باز 4 آدم دیگری که در داخل داری زیمه خون اونها هم در گردن توست. اینو فراموش نکن. تو اونها را گویا که قصداً کشتی، قتل کردی. و بعضی برادرایی که مثال در همون ماشین ها نشستگی هستین، تکلیف نکنین راننده ها را که تیز حی کنند. عاقبت تیز حی کردن پیغمبر این 1500 سال پیش برای ما و شما گفت العجلة من الشیطان. سراسیمگی خودش از شیطان است. شما کار شیطان پیش برده ایستادین، چگونه شهید میشوید؟
ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان رحیما. سوره نساء خدا میگه نفس های خودتان از شما نکشید، خدای شما به شما مهربان است. من یک قصه را از حدیث های پیغمبر خدا که در بخاری صحیح بخاری روایت میکنند کتابت کردم، گوش اندازین. آدمی که خودکش چی؟ همین انسانی که راننده ای که تیز حرکت میکند و هلاکت در دچار میشود، چی آدمی خودکش؟ هر یک حکم دارد. کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقا الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنه. پیغمبر خدا گفتند در زمانهای پیش، پیغمبر ما و شما نقل کرده ایستاده است بین صحابه، در زمانهای پیش یک مرد بود که در یک محاربه اشتراک کرد و زخمدار شد. همین زخم بسیار وی دقت میداد، غم میداد، از جای خود خیسته نمیتوانست، مجروح بود، احوالش خیلی بد بود. در دلش همین زندگی زد، نخواست دیگر حیات. کار در گرفت و همین رنگ کلانی که در بین دست است میگد همین برید و به همین چکار کرد؟ هلاک شد. خداوند با پیغمبر همون زمانه خبر داد که بادرنی عبدی به نفسی، این بنده من برای از دنیا گذشتن پیش از آن که تقدیر بالای آن بیاید، این یک سرعت تیز برای خود اختیار کرد، یعنی پیش از مهلت خودش را کشت. فحرمت علیه الجنه، از این خاطر من بر این بنده جنت را حرام گردانیدم. برای انسانی که نخواست دیگر حیات و مشقت بالای خود روا ندید و خواست که تیزتر از دنیا بگذرد، من بر این کس چکار کردم؟ مادامی که خودش کشت، من برای این جنت را حرام گردانیدم. برادرای عزتمند، آدمی مسافری که در راه، راننده هایی که در راه حی میکنین، خیلی با احتیاط باشین، خیلی با احتیاط باشین، زیرا در زیر این حدیث پیغمبر خدا شما وارد نشوید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. پیری من در ماشین سازکنی یک آدمی عروس است. وی با کتاب خودشان انجیل باوری دارد. مرا میگویند که پیری تو عروس است، کارت بی‌برار می شود. برادرها خب کنین، وقتی در آمدین داخل شدین در مسجد، قاعده مسجد همین است: پاتا که گذاشتی خدایا درهای جنت بروی من بکشا و جایی که یافتی جا در بنشین. وقتی صحبت، وقتی سخنرانی نیست. برادرای عزیز، ما و شما کمک گرفتن از کافر گناهگار نمیشیم. ایرا یوسف قرضاوی در کتاب حلال حرام خود بسیار خوب بیان کردگی هستند. اگر ما و شما از مردم کافر چی اختصاصی نباشد، چی کسبی نباشد آموختن، در ما گناهگار نمیشیم. برعکس رخصت است. رخصت است که کدام آدمی که اگرچه دین ندارد، حالان که این آدم با یکی از کتابای خدا که انجیل است باز باوری دارد. ما با اهل کتاب، آدمایی که با انجیل حتی باوری داشته باشند، صدقه دادن ما جایز است، هدیه دادن ما جایز است، از اونها صدقه و هدیه را قبول کردن ما جایز است. اتقوا الله فی دعوت المظلوم و این کان کافرا. پیغمبر میگه شما از دعای بد مظلوم پرهیز کنین، اگرچه کافر هم که باشد، از دعای بدش پرهیز کنین. برادرها را ملامت نکنین. همین گونه ملامت ها کردن همین زمان های پیش که ما و شما مسلمان ها چقدر عقب مانی کردیم. زبان عروس یاد نگی که گناهگار میشه. کی میگه دیره؟ امروز مردم ما و شما امروز احتیاج به دولت های همون روسیه پیدا کردن. اگر زبان اونها را میدونستن امروز مشکلات بالای اینا نمی آمد. کاری کنین بچه ها، امروز خدا را شکر کامپیوترها کشاده شد. زبان های انگلیسی را یاد بگیرید، عربی را یاد بگیرید تا که در دنیا شما خار نشید.
تمام زبان یاد گرفتن، تمام اختصاص یاد گرفتن برای ما و شما جایز است. رسول اکرم میگوید وقتی که من مدینه میرفتم با همراهی چند صحابه، پیش ما کی بود؟ عبدالله ابن عریقیت است. این میگه پیشوا بود که این مشرک بود، میگه وای راهنمایی میکرد، راه مدینه را برای ما نشان میداد. اگر مدد گرفتن از کافر خطا میشد، امروز اون روز پیغمبر خدا پیش راهنما یک مشرک قرار نمیداد. برای همین چه اختصاصی نباشد، از کدام کافر است، مشرک است، شما بیاموزین. این غلط نیست. حتی کتاب زکات، کدامید که مختصر خان باشین، کتاب زکات تماشا کنین، میگوید بغیر زکات، در کتاب مختصر شرح شده میگه بغیر زکات دیگر تمام صدقه حتی آدم کافر را دادن جایز. ما که شما را توصیه ندادیم که برده کافر را صدقه بدین در حالتی که مردم مسلمان همسایه خود تشنه و گرسنه است. لیکن فتواش میگم، حدیثش برای شما بیان کرده ایستادم. ملامت نکنین، کارش بی‌برار نمی شود، کارش با برار می شود. باز دعای چند مسلمان دیگر را می گیرد. بگذار که متخصص شود. السلام علیکم داملای محترم. من یک برادر دارم، بسیار به طاعت و عبادت بود. روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار بود. در 3 روز 2 مصیبت روی برادرم آمد. یکی مادرمان از دنیا گذشت، دیگر فرزند صنف 4مش. یک باره این برادر عبادتهایش را قطع کرد، گویا که ناراضی شد از این مصیبتها. من کاسته های شما را گوش میکنم. میخواستم چیزی در این موضوع گپ زنید تا که به گوش برادر به واسطه کاسته رسانم. بسیار خواهش میکنم، التماس، من و برادرم به شما بسیار اخلاص زیاد داریم. برادر عزیز، اگرچه من 2 روز پیش با این برادر با صحبت داشتیم، خدا در قرآن میفرماید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش میدهد ای بندگان من، شما را من در 5 چیز امتحان میکنم. یکم، خوف بالای شما میارم. مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد. بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن قطع کردند. بعضیاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. بالای شما خوف میارم. گفت نگاه میکنم چگونه خدا را عبادت میکنی. والجوع، خاندان تو را دسترخوان تا خالی میکنم، بالکل در دسترخوان چیزی یافت نمیکنی. نظر میکنم که در حالت داشتگی چه خیل عبادت میکردی، در حالت گرسنگی چه خیل عبادت میکردی. و نقص من الاموال، در مال تو، در ثروت تو نقص پیدا میکنم، کمبودی میارم. نظر میکنم چگونه تو عبادت خدا را دوام میدی. و الانفس، فرزند تو را، خواهر تو را، برادر تو را، پدر مادر تو را همشه به هلاکت میرسانم. نظر میکنم در روز مصیبت تو چگونه خدا را عبادت میکنی. و ثمرات، اگر زراعت و باغ داشته باشی در باغ زراعت ضرر میارم. نظر میکنم کنی احوال تو چگونه میشود. در این 5 چیز ما و شما را خدا دائم امتحان میکند. در دوامش خدا چی گفت؟ و بشر صابرین، کسانی که در این 5 امتحان من صبر کننده هستند، این مصیبت های من صبر کننده هستند، اینها را بشارت ده ای محمد. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. وقتی این مصیبت ها بالاشون آمد و باید که اونها بگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. وقتی این سخن گفتند اینها را بشارت بده. برادر عزیز، وقتی که اگر تو عبادت های خودت ترک کردی، معنای این را دارد که خداوند در حدیث های قدسی میگوید و من لم یرضا بقضایی و لم یشکر علی نعمایی و لم یصبر علی بلایی فلیخرج من تحت السماء و فوق الارض فلیطلب سوای ربی. کدام بنده من اگر در بلای من صبر نمی کند، در نعمت من شکر نمی کند،
در تقدیر من کردگی راضی نمی شود، از زیر آسمان من، از بالای زمین من دور شود و برای خود خدای دیگر را طلب کند که من همچنان خدا هستم. در محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. برادر کاذب نشو، دروغگو نشو، بنده اساسی شو. ایمان قوی قطعی در این روزهای مصیبت چکار کن؟ باز شکر تا زیادتر کن، باز طاعت تا زیادتر کن، اگر تو در نزد خدا بخواهی که جزای بگیری. ابو سلمه میگوید، یک قصه یادم آمد. ابو سلمه میگوید روز نزد پیغمبر خدا بودم. پیغمبر خدا گفتند اگر کدام بالای شما مصیبت آمد باید شما بگویید که این لله و این الیه راجعون، اللهم اجرنی بمصیبتی واخلف لی خیرا منها. میگه ابو سلمه میگه پیغمبر خدا گفتند که کدام مصیبت بالای شما کدام وقتی آمد بگویید که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. پروردگارا در این مصیبتی که بالای من آوردی مرا اجر بده و در عوض این نعمتی که از من بردی بهترش را برای من نصیب بگردان. اینا گفت دعا کنید. ابو سلمه میگوید آمدم این حدیث پیغمبر را در پیش زن خودم ام سلمه روایت کردم. ام سلمه میگوید وقتی که من این سخن از شوهرم ابو سلمه شنیدم، یک چند مدت گذشت که ابو سلمه شوهر من از دنیا گذشت و همین تعلیمی که از پیغمبر خدا این شوهر بر من آورده بود این من خواندم. لیکن بعد خواندن این کلمات در حیرت ماندم، زیرا که پیغمبر خدا گفته بود است واخلف لی خیرا منها، از این نعمتی که از دست شما رفت از این در خدای مرا بهترش نصیب گردان. من این وقتی خواندم از شوهرم ابو سلمه دیگر مرد خوب نبود. من در حیرت ماندم که بعد این مرا کی را میداده باشد؟ این بهترین نعمتی مرا برد، باز من بهترین نعمت دعوت دارم، دعای پیغمبر انجام داده ایستادم، بر من کی نصیب میشیده باشد؟ وقتی عیده من میگه گذشت، 4 ماه و 10 روز گذشت، بناگاه دری من تق تق شد. در را میگشایم، آفتاب تابان محمد نزد در ایستادگی است. دستهام که میگد ناشسته بود، دستهای خود شستم و رسول اکرم برده در خاندان خود شناندم. خوش آمدی. و سوی من گفت ام سلمه من برای خواستگاری تو آمدم، برای خواستگاری تو آمدم. میگد من در حیرت ماندم از این دعا و از این وعده که پیغمبر خدا کرده بود خدا بر من نائل گردانید و گفتم محمد اولا من خیلی زنی تیز خواصی هستم و دوم این که زنی پیرانسال هستم، سوم این که عیال زیاد دارم. رسول الله گفتند ای ام سلمه روزی که من تو را نکاح میکنم و در نکاح خود میدرارم این تیز خواصی تو را همش خدا نابود میکنه و این سین و سالی که تو پیرانسال هستی منم پیرانسال هستم و این عیالی که تو میگویی این عیالای تو همش حکم فرزندی مرا میگیرن، اینا فرزندی من میشوند. من میگه راضی شدم و بعد این قائل شدم که این دعا به خود تأثیر داشته است که از ابو سلمه دیده بهترین انسان من در مدینه بغیر پیغمبر نمیدیدم که پیغمبر مرا در نکاح خود در آورد. برادر عزیز در اون روز شما این دعا کنید که خدایا از این فرزندی که از من گذشت از این بهترش برای من نصیب بگردان. انشاءالله تو خدا قادر است، خدا برای تو فرزند عطیه میکنن میدهد و برای شما نصیب میگه، بهترش خدا برای شما نصیب میگرداند. یک حدیثی هست که رسول اکرم میگه اذا مات ولد العبد، و این خاتمه میدیم برادر این سوال این برادر، وقتی که اگر فرزند انسان از دنیا میگذرد اذا مات ولد العبد فيقول الله حبستم
ولد عبدی. خداوند به سوی همون ملائکه هایی که جان این فرزند گرفتن می گفته است آیا جانی فرزندی بنده مرا گرفتید؟ فیقولون نعم. اونها می گفتند بله پروردگارا، فرمان تو بود گرفتیم. فیقول الله، خدا می گفته است قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دل بنده مرا کندید. این فرزند میوه دل است، میوه دل بنده مرا کندید. فیقولون نعم، می گفتند بله خدایا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، خداوند سیوم سوالی که میکرد است چی میگفته است؟ وقتی که تو فرزند وی از خانه جانش گرفتی پدر و مادر وی چی گفت؟ آیا رو خراشی کرد؟ آیا لباسهاش دراند؟ آیا به زبان هرچی گفت؟ پیغمبر خدا میگوید انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، من بیزار هستم از سه طایفه، کسانی که موی خودم میکنند، کسانی که روی خودم میخراشند، کسانی که لباسهای خودم میدرانند. من از این سه طایفه بیزار هستم. برادرای عزیز، وقتی پیغمبر از شما بیزار باشد، نباشد راضی ارواحی نبینا چگونه بیندش در حشر فردا. اگر این راضی نباشد، ارواح پیغمبر از شما راضی نباشد، فردا شما چهره پیغمبر چگونه نگاه میکنید؟ وقتی که از شما بیزاری طلب کرده ایستاد است، من بیزار هستم از آن امتی که رو خراشی میکند، موی سر میکند، لباس میدراند برای مادرش، برای پدرش، برای فرزندش. خدا میگفته است. چی گفتند؟ ملائکه چی میگویند؟ حمیدک و استرجع، خدایا ما در این حالت بنده تو در تعجب افتادیم، فرزند جگربند وی از خاندان وی نابود کردیم. اونها باشند میگویند حمد و ثنا از برای خدا، ان لله و انا الیه راجعون. این سخن ما از زبان بنده تو شنیدیم. خداوند چی میگفته است؟ مادامی که این سخن از زبان بنده من صادر شد، بنو للعبد بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد، الحال در جنت یک قصر بنا کنین و نام او قصر شکرانه بگذارین و منتظر این بنده درهای او را بسته کنین. خوش به حال اون بنده که ان لله و انا الیه راجعون استفاده میکند، در تمام بلا و آفت چی هست؟ صبر کننده هست، دل شکسته نمی شود، برعکس عبادت چه زیاد میکند. فکر میکنم ان شاء الله برای آدم عاقل این صحبت ها کفایت کننده هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که التحیات را میخوانند و یک چلیک دست راست را میبردارند، آیا این درست است و ثوابش در چه؟ این سوال من 10 بار جواب گفتم. برادرای عزیز، در حالت التحیات خواندن ما و شما به اشهد ان لا اله الا الله میرسیم، همین دست چلیک ما میبرداریم. اینا سنت پیغمبر خداست. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا در همین یک برداشتن چلیک آمده است. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا. برای همین بعضی از فتواها مثل کیدانی، خلاصه، بزازیه، تاتارخانیه، شرح الیاس، عالمگیری به نکردنش رفتن، گفتن نکنید. لکن رسول اکرم کردند، چهاریار کردند، 4 مذهبی برحق کردند. شما اختیار کنین کدام از زینه های اینها را قبول میکنین. خداوند در قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که پیغمبر خدا برای شما آورد و یا قبول کنین، از چیزی که پیغمبر خدا شما را منع کرد و یا چکار کنین؟ رد کنین، قبول نکنین. از این خاطر برای کسی که همین برداشتن انگشت مشکل افتاد، وای به سوی همون جوان نگاه نکند یا وای مثال یگان تنبیه و یگان تحقیر نکند. خود نمی برداری، برادر تا تحقیر نکن. رسول اکرم گفتن فهی اشد علی شیطان من حدید، من ضربت الحدید.
همین یک برداشتن انگشت برای شیطان وزنینتر و مشکلتر است از آنی که به یک آهن در تار سر شیطان زده شود. راستی بار ما از حدیث بیرون شده نمیتونیم. چیزی که هست کسانی میگن در حضرت ابو حنیفه نکردن، انشاءالله کتابا در نزد ما هست. فقه الاسلام و ادلته 12 جلد است. در همون گفتن ابو حنیفه فقط حضرت همین تا میگذاشتن و همین یک انگشت میپرتاشتن میبرداشتن و میپرتافتن، دیگر جمع نمیکردن، انگشت مشت نمیکردن. برای همین اختیار دارین، پیرو ابو حنیفه باشین، مثل ابو حنیفه اجرا کنین، انشاءالله ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز، کی افتخار ما مردم هستی. سوال دارم، آیا زنی که وفات میکند در شکمش کودک دارد که وای زنده هست چی کار کنیم؟ یک ملا را پرسیدیم، گفت که اگر یک موی بدن مرده را بکنی گناهگار و در نزد خداوند جوابگویی و آن مرده در حق تو دعایی بد میکند و این در مذهب ما نیست. برادر فهمیدین به فکرم سواله؟ یک زن از دنیا میگذرد و در شکمش فرزند دارد، خود گذشته است و فرزند زنده است، چیکار کنی؟ این برادر ملا گفته است که این مذهب ما در جایز نیست حتی موی بدن او را کندن. موی بدن کندن و از این مسئله باید که ما استثناء کنیم. اون ملا این موی کندن و موی سر شانه کردن این دیگر موضوع است و این فرزندی که در شکم این زن است این دیگر موضوع است. مذهب ما از دسته بعضی همین ملاهایی که مذهب ما باور کردن همین مذهب ابو حنیفه قریب سیاه شده ایستاده است. چیزی را که نمیدانی از مذهبت این گونه فتوا نده. رسول اکرم میگه من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا، کسی که اگر به علم فتوا میدهد وای در این فتوای دادگیش در نزد خدا گناهگار است. همین ابو حنیفه که ما مذهب ایشان داریم، ما صدقه ابو حنیفه میشیم، ما خاک پای ابو حنیفه نمیشیم. و همه شما را دعوت میکنم که از مذهب حضرت هیچ وقت ما و شما باید جدا نشویم، زیرا ابو حنیفه را امروز مردم ما نمیشناسند. خود ابو حنیفه میگوید فتوا ندهین در صورتی که ندانین که من خود از کجا گفتم. تا وقتی ندانین که همون سندی که من روایت کردم سند اگر شما ندانین شما از نام من روایت نکنین. امروز همه فتوا میدهد، از خدا بترسید. فتوا این آشخوری و پلاخوری نیست. این فتوا خواندن و فتوا نگاه کردن این کتاب کشاده میکنی، تفسیر نگاه میکنی، معنای حدیث نگاه میکنی، نمیدانی شرم نکن رفته مرحمت از فلان داملا بپرس بگو، اینش در تو ثواب میگیری. وقتی اگر همچنان شد مذهب ما و شما و مذهب امام شافعی اتفاقا میگوید که وقتی همین حالت که رخ داد در حال کارچه را بگیرین شکم پاره کنین، شکم وای پاره کنین، این فرزند از داخل شکم بیرون کنین. اینا مذهب ابو حنیفه و مذهب امام شافعی میگه. مذهب امام احمد اجازت ندادن. مذهب امام مالک باشد فتوا با مذهب ابو حنیفه دادن، گفتن چاک کنین، طفل بگیرین. اگر مبادا زنده آمد خوش به حال همه ما و شما. اگر زنده نآمد یگان حرکت نداشته باشد تمام باید میپیچونیم برده میگرانیم، تمام میشود فتوا بر جای خود آمد. مسئله حالش همین است. ابو حنیفه را وقتی میگه سوال کردن آیا در یگان مسئله پشیمان شده ای؟ حضرت گفتن یک مسئله را من جواب گفته بودم لیکن نمیدانم که حالی وای چی شده باشد. گفتن چی مسئله است؟ گفت یک زنی را در حالت حمل فتوا دادم که شکم وای پاره کنن، حالی و فرزند چی شده باشد؟ اون فرزند در نزد ابو حنیفه خود سوال کننده بود. گفت همان زنی را که تو فتوا دادی و از شکم وای فرزند بیرون کردن الحال همون فرزند من هستم. همون فرزند من هستم که امروز خداوند مرا عالم ساخته است، خدمتگار اسلام کرده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این نماز جمعه همه ما و شما را برخوردار بگرداند
خدا عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. خدایا طاعت عبادت های ما و شما را باز هم زیباتر و زیادتر بگرداند. تمام آن بندگانی که خیر و احسان کردند و یا میکنند و در مدد این مسجد دستیاری دراز کرده ایستادند، خدایا از کل آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ امانش نگهشان بداری و سردارهایی که بالای ما سر ما و شماست، خدایا در دل آنها محبت این ملت جایگیر بگردانی، توفیقشان خدایا رفیق بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.